سلام، آخرین خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. به اطلاع رسانه‌های افغانستان، مقامات تاجیک ده‌ها پناهجوی افغان را از ناحیه جبار رسولوف بیرون کردند. شبکه افغانستان اینترنشنال 4 می با نشر نوار اخراج مهاجران گفت حدود 250 مهاجر افغانستانی را از ولایت سوق به شهر دوشنبه انتقال دادند و آنها به خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. به قبل این منبع این مهاجران کارت پناهندگی سازمان ملل را داشتند. مهاجران افغانستانی در نوار میگویند که مقامات تاجیکستان سیم کارت آنها را گرفتند. مقامات تاجیکستان و نمایندگی سازمان ملل وضعیت را شرح ندادند. شکایت از اخراج مهاجران افغانستانی در حالی است که هفته گذشته وزارت کارهای داخلی از بازداشت یک جوان افغانستانی با اتهام کشتار خبر داد. به اطلاع رسمی این جوان 22 ساله با آن متهم می شود که یک زن 29 ساله را در شهر خوجند به قتل رسانده است. نظر پیوندان جوان به این اتهام معلوم نیست. در تاجیکستان حدود 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند که اکثرشان در شهر وحدت و ناحیه رودکی زندگی میکنند.